خب ما درس دیگر رو دیده میبراییم و خیلی که شما دیده استادید ما درخواست تشکیل نمودیم که یعنی که همه آن فامیلی هایی که در آن حرف ام وجود دارد آنها رو به ما یعنی که جدا کرده میدهد از تبلیغ مثلا فاکولته. خب سوال پیدا می شود که برای ما همه آن فامیلی هایی که با حرف یعنی که در قوت آنها حرف ام با میخورد آنها رو جدا کند و همه آنها باید کرسی 2 باشه، یعنی که فقط کرسی 2 رو با ما جدا کرده دهد، یعنی که 5 و 1 و 4 با ما لازم نیست. خب شما دقت دهید که اگر ما این زپراس را این درخواست را گویا که با این شرط تشکیل دهیم، برای ما باید فقط 2 ثبت جدا شود، یعنی که امینوف کرسی 2 هست، میرانوف یعنی که کرسی 2 هست. دیگر ثبت ها باید در تبلیغ در درخواست ما پیدا نشوند. خب میگذاریم برای رژیم اسکیول و خب دقت دهید که ما 3 میدان رو میبرآوردیم از روی اون شرطی که مثلا در همان ثبتی مثلا فیا حرف ام وجود داشته باشد. خب این رو دوام میدیم، علاوه میکنیم، یعنی که اند و چی و مثلا کورس برابر با 2 باشد. خب میگذاریم برای رژیم تبلیغ گویم. خب شما در اکران خود دیده استاده که با ما فقط کرسی دویم رو جدا کرده داده، یعنی که کرسی دویم هایی که در آنها مثلا حرف ام وجود دارد. خب اگر با ما دیگر کورس ها در کورس شود، مثلا کرسی 1، خب میبینیم که فقط که کرسی یکم رو برای ما جدا کرده داد. اگر ما خواهیم که مثلا همین میدان ها رو که در تبلیغ وجود دارم در اکران پیدا شوند، در درخواست ما پیدا شوند، خب علامت سیبیازش که رو میگذاریم و یا که هر یک میدان رو با علامت ویرگول جدا کرده مثلا در سطر سلکت می نویسیم. خب همه میدان ها از روی که در مثلا چیزی که در تبلیغ جایگیر شویشون اول کد و بعد فی و بعد کورس است، در درخواست نیست همین شکل خطی پیدا می شوند. خب ما در اینجا گویا که دو نمود طرز استفاده مثلا شرط رو در SQL دیده برآمده. خب در این جا شما به جای and می توانید or را استفاده برید، یعنی که میگیم که اگر یعنی که فیا ام یا که فیا می نویسیم like آخران حرفی مثلا فامیل و باشد. خب میگذاریم، شما میبینید که در تبلیغ ما ثبت ها 9 تا هستند و در اینجا ثبت ها رو اگر ما گویا که حساب کنیم 2 3 4 5 و 6 و 7 و 8 تنها یک فامیلی رو انتخاب ننموده است. خب اگر دقت دید که کدام فامیلی رو، این هم هست 8، یعنی که در سطر 8 حرف ام وجود ندارد و یا که در آخر مثلا فامیل حرف و وجود ندارد. حرف خب ما گفتیم که اگر در سطر ام باشد اور یا آخرش و باشد همانها را انتخاب کن. خب اگر ما گوییم که آخرش ای باشد فردوسی را میبرد شما. خب شما دقت دید که علامت
ضرب گویم پیش از حرف مثلا ای گذاشته می شود. تو این چی معنی دارد؟ یعنی که پیش از ای چی که باشد فرق ندارد، همون آخران حرفش اگر ای باشد انتخاب میکنه. خب یعنی که در اینجا انتخاب کرد حرف امدارها را. خب امینوف، میرانوف، ممدوف، مثلا اوماتوف، لیکن فردوسی حرف ام ندارد. مثلا اسمتوف حرف ام، لیکن فردوسی حرف ام ندارد. این الکی در شرط قسم دویمش اجرا کرده شد. خیلی که گفته بودیم اور، یعنی که یا اگر این باشد یا این باشد انتخاب کرده برای ما مثلا درخواست به پیدا کن. یا اینکه مثلا میگیریم آخرش مثلا دو حرف آخرش مثلا و باشن. خب میبینیم که حرف ام، حرف ام، حرف ام، حرف ام، حرف ام. اگر شما این چی رو دقت دید در آخرش حرف مثلا و هست. اگر ما مثلا با جای حرف ام حرف مثلا اس گوییم، خب میبینید که ما حرف اس گفتیم، لیکن محمد و حرف اس ندارد. محمد و از روی چی؟ از روی دو حرف آخرانش، یعنی که و انتخاب کرده شد. سیدف حرف اس دارد، فردوسی مثلا اسمت حرف اس دارد. این محمد و باشد در از روی آن که مثلا در آخران مثلا دو حرف آخرانش و هست، از روی همان شرط اجرا شده، یعنی که این سطر رو انتخاب نمود. اگر شما دقت دید 1 2 3 4 ثبت است. اگر ما مثلا این قسم دویم شرط رو توضیح کنیم، خب میبینید که الکی 3 سطر است. سطر محمد و نیست، یعنی که ما وای رو چی توضیح کردیم. خب این بود کمی هم اوید استفاده مثلا شرط ها یا اینکه درخواست ها در اکسس.